صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای قدوس یکتا و ای پروردگار عالمیان، ای خالق متعال و ای پدر آسمانی، سپاس بر نام مقدس و ازلی و یکتا و پرمهرت باد. تو را شکر می‌کنیم که توسط کلامت ما را ساخته و آفریدی و به ما روح حیات دمیدی تا زنده باشیم و سیرت سماویت در باطن ما نهادی تا صفات و سیرت تو را داشته و از آن پیروی کنیم. تو را شکر می‌کنیم که ما را اشرف مخلوقات نمودی. خداوندا، ما را حکیم و فهیم بگردان و به ما حکمت عطا کن تا نه بر عقل خود بلکه بر تو توکل کرده و در اراده تو که کمال است زندگی کنیم. بگذار امروز صاحب بصیرت و فهم روحانی شویم. به ما چشمان روحانی عطا کن تا جلال و شکوه و قدرت تو را ببینیم، تا نه فقط کلام مقدس تو را بفهمیم بلکه وقتی حقیقت را یافتیم در آن زیست کنیم. این دعا را به نام مظهر و مکاشفه یعنی عیسی مسیح کلمه آشکار شده تو می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه‌ای از صدای انجیل. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خسته نباشید. امیدوارم که روز خود را با نام خدا آغاز کرده و این عطیه حیات را که از او یافته اید به دستهای پرتوان و مهربانش تسلیم کرده باشید و از او خواسته باشید که شما را یاری بدهد و در هر تصمیمی و کاری کمک کند. مطمئن باشید که اگر با ایمان به نزد او آمده باشید، او دعای شما را شنیده و پاسخ می‌دهد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در برنامه این ساعت از انجیل مقدس زندگی و تعلیمات منجی و نجات دهنده بشریت عیسی مسیح را براتون بخونم و در تشریح معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم تا کلام خدا را بفهمید و از آن پیروی کنید. باشد که با اشتیاق آماده شنیدن کلام خدا باشید و آن را بپذیرید. کلامی که حیات و تسلی و شادی الهی را برمغان می آورد. کلامی که زخم‌های دل را شفا می دهد. کلامی که قلب‌های شکسته را التیام می بخشد. کلامی که زندگی عطا می کند. کلامی که ما را از هر قید و بند و شرارت آزاد کرده و از همه مهمتر ما را به خدا می رساند. کلامی که از خداست برای ما تا ما را به خدا برساند. برای منظور از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 10 به قلم حضرت لوقا بگشایید تا از آیه اول آن را مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از شنوندگان جدید ما هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و از داشتن کلام خدا محرومید
ولی مایل هستید که انجیل مقدس رو به زبان فارسی در اختیار داشته باشید، شما می توانید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجدداً اعلام خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. مأموریت 70 شاگرد دیگر مسیح و تعلیم او در مورد بزرگترین دستوری که خدا به بشر عطا کرده و امر به انجام دادن آن و سرانجام اهمیت گوش دادن به کلام خدا موضوعاتی است که در فصل 10 برای ما بازگو گردیده و در مورد آن تایید شده است که توجه شما را به اولین موضوع، یعنی مأموریت 70 شاگرد برای رسانیدن بشارت انجیل مقدس به سمع مردم جلب می کنم. این قسمت شامل 24 آیه اول فصل 10 می باشد. 5 آیه اول اینطور می فرماید: و بعد از این امور خداوند 70 نفر دیگر را نیز تعیین فرموده، ایشان را جفت جفت پیش روی خود به هر شهری و موضعی که خود عزیمت آن را داشت فرستاد. پس بدیشان گفت حصاد بسیار است و عمل کم. پس از صاحب حصاد درخواست کنید تا عملها برای حصاد خود بیرون بفرستد. بروید، اینک من شما را چون بره ها در میان گرگان میفرستم. اینک من شما را چون بره ها در میان گرگان میفرستم. و کیسه و توشدان و کفش ها با خود برمدارید و هیچ کس را در راه سلام منمایید و در هر خانه‌ای که داخل میشوید اول بگویید سلام بر این خانه باد. در این آیات ما با آغاز مأموریت 70 نفر از شاگردان مسیح روبرو میشویم. خداوند یعنی عیسی مسیح. همانطوری که در فصل 9 یادآور شدم، عیسی مسیح با عزمی راسخ به سوی شهر اورشلیم از نواحی کوه هرمون و سامره و جلیل در حرکت است. مردم زیادی نیز همراه او بودند. او در هر شهر و دکه‌ای که می‌رسید توقف می‌کرد و بشارت انجیل را به سمع مردم می‌رساند و مریضان را شفا می‌بخشید. در این ایام چند وقتی به مرگ یا صلیب عیسی مسیح باقی نمانده بود و به علاوه قبل از این او در ناحیه شرقی اردن بشارت را نرسانیده بود. از این رو عده‌ای زیادی از پیروانش را فرا می‌خواند تا پیشاپیش او به دهات‌های مجاور بروند و کار بشارت و شفای مریضان را انجام دهند تا تمام قوم یهود پیام خدا را بشنوند. عیسی مسیح 70 نفر از این پیروانش را برمی‌گزیند و آنها را می‌فرستد. ممکن است که سوال شود چرا مسیح 70 نفر و نه 72 و یا کمتر از آن؟ بعضی‌ها معتقدند که علت آن این است که مجمع شورای قوم بنی اسرائیل 70 نفر عضو داشته و بنا بود که این 70 نفر مبشر مشایخ اسرائیل یا قوم خاص خدا شوند. همانطوری که او 12 رسول برگزیده را انتخاب کرد که سمبل پدران قوم جدید می باشند، چون می‌دانید یعقوب 12 پسر داشت و اسرائیل از آن 12 پسر یا 12 طایفه به وجود آمد و توسط 70 مشایخ یا ریشسفیدان قوم رهبری و هدایت می شدند. البته گروه دیگر هستند که میگویند چون در آن زمان 72 ملت وجود داشت، این سمبل تمام دنیا می باشد. به عبارت دیگر مسیح از همه ملت ها دعوت می کند که پیام را بشنوند و آن را اعلام کنند. به هر حال آنچه که مهم است هدف است، نه تعداد. هدف این گروه این بود که پیشرو عیسی مسیح بشن و بشارت را به سمع مردم برسانند و مریضان را شفا دهند. در آیه 2 عیسی مسیح برای اینکه اهمیت و لزوم رسانیدن مژده انجیل یا خبر خوش را با آنان آشکار کند، از مثلی یا از محصولی استفاده می کند تا این مثل را بیان نماید. می فرماید حصاد زیاد است. در اینجا حصاد به معنی مردم می باشد. جماعت زیادی برای ایمان آوردن حاضر هستند. قلب‌های بسیاری از مردم عالم تشنه شنیدن خبر خوش و رحمت و فیض خدایند. منتها مبشران یا معلمین یا کسانی که خبر فیض خدا را برسانند وجود ندارند. خیلی کم هستند از مردم که زندگی خود را وقف بشارت به فقیران و مسکینان و محتاجان روح می کنند. عیسی مسیح می فرماید شما از خدا استدعا کنید. به من و شما امروز می گوید که از خداوند طلب کنیم، بطلبیم، درخواست کنیم که بفرستد افراد را تا پیام بشارت را برساند. چرا عیسی مسیح می فرماید از خدا برای مباشران تمنا کنید؟ دلیلش اینه که دوستان
اگر ما افراد را برگزینیم بدون شک اشتباه نموده و اشخاص نالایق را انتخاب خواهیم کرد. فراموش نکنید که معیار برگزینش انسان با خدا بسیار متفاوته و انسان‌هایی که از نظر ما کامل و از هر جهت واجد شرایط مأموریت هستند ممکنه از نظر خدا اصلاً مفید نباشند. کلام خدا میگوید که خداوند از ضعیفان و گمنامان و کسانی که از نظر اجتماع رد شده هستند برای مقاصد آسمانیش استفاده می‌کند. برای همین است به جای که ما افراد را انتخاب کنیم که پیام آور مژده نجات باشند، بایستی بخوایم که خداوند این افراد را برگزینه که هرگز اشتباه نمی‌کند. در آیه 3 می‌فرماید شما بروید. این 70 نفر نه فقط باید از خدا طلب کنند تا مبشرین دیگر فرستاده شوند، بلکه خودشان هم باید پیش بروند. خودشون برن و پیام مژده انجیل رو برسونن. به عبارت دیگر ما نباید فقط دعا کنیم که مثلا خدایا کسی رو بفرست تا به فلان بیوه‌زن یا فلان بدبخت کمک کنه. این دعای خوبیه، بایستی اینطور دعا کنیم، اما شرط اصلی اینه که باید خودمون حاضر باشیم که قدم اول را برداریم و بگوییم که ای خداوند مرا هم بفرست. مهم است که در دعاهای خود این نکته را به خاطر بسپاریم که اگر چیزی از خدا می‌طلبیم بایستی خودمون حاضر باشیم آن را انجام بدهیم. اگر تقاضا می‌کنیم که خداوند مثلا پیام آور صلح بفرسته، خودمون باید در طلب صلح باشیم. اگر دعا میکنیم که خداوند خیر و برکت به یک خانواده بده، خودمون بایستی قدم اول را برداریم و حاضر باشیم خیرات بدیم و یا از مال خودمون خدمت کنیم و ببخشیم. حالا دستوراتی که عیسی مسیح به این 70 نفر میدهد متشابه همون دستورهایی است که در فصل 9 به 12 رسولان خود داده بود. میفرماید تنها سلاح شما باید ایمان باشد. با ایمان پیش بروید. ببینید دوستان عزیز، مبشرین عیسی مسیح نه شمشیر باید بگیرند است، نه با سیاست کاری داشته باشند، نه برای انتقاد برن و نه اینکه برن حکمرانی کنن، بلکه تنها سلاحی که باید ببرن ایمانه. ایمان و پیام خداونده. میفرماید شما با ایمان پیش بروید پیام خدا را برسونید. مقصود از این که میفرماید در راه سلام مکنید اهمیت و عجله داشتن در کار را میرسونه. به عبارت دیگر وقت خود را بیهوده تلف نکنید. بروید و به مردم مژده خدا را اعلام کنید که خدا شما را دوست داره، توبه کنید و به سوی نجات بیایید. چرا مسیح این را میگوید که در راه سلام مکنید؟ چون رسم بود که در راه به هر کسی که برخورد میکردن ساعتها با هم احوال پرسی و وقت گذرانی مینمودند. عیسی مسیح میگوید وقت رو تلف نکنید. منظور اینه، نه اینکه سلام نکنید. در آیه 5 میفرماید و وقتی وارد منزل شدید اول سلام کنید، یعنی از خدا خواهان سلامتی برای اهل آن منزل کنید، برایشان دعا کنید و برکت بطلبید. در آیه 6 میگوید اگر سلام شما پذیرفته شد یا از اشخاصی بودند و شما را پذیرفتند، به شما خوش آمد گفتند، سلامتی بر آنها خواهد بود، یعنی خدا آنها را برکت میده. در غیر این صورت این نوع طرز رفتار و احترام و ادب شما باعث برکت خود شما خواهد شد. به عبارت دیگر شما همیشه متین و باوقار و مؤدب باشید، هرچند اگر مردم به شما بدی کنند و تهمت‌های ناروا به شما بگویند. آیه 9 الی 13 دنباله دستورات مسیح است که میگوید و در هر شهری که رفتید و شما را پذیرفتند از آنچه پیش شما گذارند بخورید. خودتون رو تفاوت بین خودتون و دیگران نگذارید و مریضان آنجا رو شفا بدهید و به ایشان بگویید که ملکوت خدا به شما نزدیک شده است. لیکن در هر شهری که رفتید و شما را قبول نکردند، به کوچه های آن شهر بیرون شده بگویید حتی خاکی که از شهر شما بر ما نشسته است بر شما می‌افشانیم. لیکن این را بدانید که ملکوت خدا به شما نزدیک شده است و به شما میگویم که حالت سدوم در آن روز از حالت آن شهر سهل‌تر خواهد بود. حالا عیسی مسیح به این مبشران انجیل امر می‌کند که نه فقط برای مردم دعا کنند و از خداوند طلب سلامتی نمایند، بلکه مریضان آنان را شفا دهند. آنان به وسیله دعا و ایمان قدرت بر امراض را دریافت کرده و به امر استادشون قادر به شفا دادن مریضان میشوند. نه فقط آنها را شفا دهند، بلکه باید بگویند که ورود به ملکوت خدا برایشان امکان پذیر شده است. زیرا وقتی مسیح پادشاه و ملک الملوک نزدیک آنها میاد، البته ملکوت هم به ایشان نزدیک گردیده و برای دخول به ملکوت خدا فقط
ایمان لازم است و تسلیم شدن به مسیح. در آیه 10 و 11 عیسی مسیح به آنها مکرراً یادآوری می‌کند که آنها مبشران صلح و سلامتی هستند و جهان همیشه آنها را با شادی نخواهد پذیرفت. به عبارت دیگر افرادی هستند در این دنیا که اصلاً با صلح و سلامتی در جنگ هستند. در عوض به آنها میگوید که شما مردود و منفور خواهید شد. شما مورد آزار قرار خواهید گرفت. شما را مانند گوسفندان میان گرگان میفرستند که میخوان شما را بکشن، از بین ببرن، بدرن. با این حال امر میکند که با آنانی که به شما بدی خواهند کرد شما بدی نکنید، بلکه با وقار تمام و احترام تمام بشارت را به سمع مردم برسونید. اگر به پیام آسمانی شما گوش کنند و بپذیرند نجات را یافتند، ولی اگر آن رد کنند بعد از آن دیگر گناهانشون به گردن خودشون می باشه. و عزیزان امروز نیز عیسی مسیح همین پیام را به من شما داده و می دهد و ما مسیحیان وظیفه داریم حتی در قبال بدرفتاری های مردم و در برابر تعصب ها و جهالت های متعصبین پیام مقدس انجیل رو برسونیم و باید بدانیم همانطور که مولای زنده‌مون فرمود ما در میان گرگان درنده فرستاده شدیم، ولی نباید مانند گرگ رفتار کنیم، بلکه با رفتار خداپسندانه حقیقت جاودانه را آشکار سازیم. شاید شهید شدن کشیش حسین سودمند که مدت پیش در شهر مشهد به دست متعصبین به وقوع پیوست بهترین نمونه زنده این امر مسیح است. کشیش حسین سودمند به خاطر بشارت انجیل شهید شد. حالا او می توانست با کلامی منکر مسیح بشه و جان خود را نجات بدهد و یا می توانست در حین جفا و شکنجه به وسیله پاسداران به آنها تهمت بزنه، فحش بگه. چرا؟ چون می دانست که به هر حال او را خواهند کشت. ولی او این کار را نکرد. در عوض در حینی که زجر می کشید، در حینی که او را آزار می دادن، برای آنانی که او را می کشتن دعا کرد. میدونید بر اثر این نوع رفتار خداپسندانه‌اش خیلی ها به عیسی مسیح روی آوردن و مسیحی شدن. همچنین در آیه 11 نشان می‌دهد که رفتن به جهنم و یا وارد شدن به بهشت یا ملکوت خدا چیزی نیست که از ابتدا خدا برای اشخاص مقرر و معلوم کرده است که چه کسی باید به بهشت بره و چه کسی باید به جهنم بره. بعضیا میگن که سرنوشت ما از همون ابتدا خداوند تعیین کرده. دوستان در اینجا عیسی مسیح تأکید میکنه که انتخاب مکان بهشت رفتن یا جهنم رفتن در دست خود انسانه. یعنی من و شما هر کداممون مستقیما در انتخاب ابدیت دستمون آزاده و مسئول هستیم که کجا رو انتخاب میکنیم. هیچ کس در آن دخالت نمیکنه. این با من و شماست که با ایمان آوردن به کلمت الله و نجات دهنده زنده بشریت عیسی مسیح به ملکوت خدا راه یابیم و با رد کردن او به سوی هلاکت ابدی برویم. سرنوشت ابدیت را خداوند به دستهای خود انسان سپرده است. کدام راه را برگزینه یا کدام را برنگزیند. البته میدونم این نوع تعلیم کاملا با عقاید و تعلیمات ما ایرانیان که در جرگه مسیحیان نبودیم کاملا فرق داره و متضاده، ولی دوستان این حقیقتی است که خدا بر ما آشکار کرده. خدا به ما اراده و اختیار داده تا سرنوشت خود را تعیین کنیم. در آیه 12 و 13 اشاره به شهرهایی می کند که در زمان عیسی مسیح داوری الهی بر آن نازل شده بود. سدوم جایی بود که لوط برادرزاده حضرت ابراهیم در آن مدتی زندگی می کرد. این شهر به خاطر شرارتی که داشت طعمه آتش آسمانی شد. امروز محل این شهر را که در زیر بحرالمیت می باشد کشف کردم. هورزین اسم شهرک کوچک دیگری است که در 6 کیلومتری شهر کفرناهم قرار داشت که به کلی نابود شد. حالا مسیح میگوید در روز داوری اشخاصی که بشارت انجیل مقدس را شنیده و دریافتند که عیسی مسیح یگانه راه است، حقیقت را دانستند، روح خدا وجدان آنها را ملزم کرد که مسیحیت حقیقت ولی اون رد کردند، آنها به درجات بسیار شدیدتری تنبیه و مجازات خواهند شد. زیرا فیض و لطف خدا را، نجات و رحمت و حیات خدا را دانستند و عمدن آن را رد کردند و در نتیجه ثمره آن را خواهند یافت. در آیه 14 مقصود از روز داوری اینه که به علاوه رنج‌ها و بلایایی که شریران در این عالم متحمل میشوند، خدا یک روزی یعنی روز جزا یا معاد را برگزیده تا بر وفق اعمال هر کس بر آنها داوری کند.
در آیه 16 مسیح میگوید آن که شما را شنود مرا شنیده و کسی که شما را حقیر شمارد مرا حقیر شمرده و هر که مرا حقیر شمارد فرستنده مرا یعنی خدا را حقیر شمرده باشد. در این آیه به ما مبشرین پیام خدا عیسی مسیح امر می‌کند که چگونه باید رفتار کنیم. ما الچیان یا برگزیدگان خداوند هستیم. از این جهت باید در رفتار و صحبت خودمون بسیار دقیق باشیم و اگر مردم مبشرین یا پیامشون رو رد میکنن چه تقصیر بزرگ و مهلکی مرتکب شدن، زیرا نه ما را بلکه خدا را رد کردن. بنابراین دوستان عزیز، اگر شما پیام ما را بپذیرید، در حقیقت نه پیام ما بلکه پیام انجیل را پذیرفتید و در واقع پیام خدا را قبول کردید. اما اگر به کلام خدا توجه نکنید و آن را رد کنید، در واقع مسیح مقدس و خدا یکتا را رد کردید و عاقبت این رفتار مسلماً آتش جهنم است. آیه 18 و 19 صحبت از اتمام مأموریت موفقیت آمیز این 70 رسول می کند. می گوید پس آن 70 نفر با خرمی برگشته گفتند ای خداوند، دیوها هم به اسم تو اطاعت ما می کنند. عیسی بدیشان گفت شیطان را دیدم که چون برق از آسمان می افتد. اینک شما را قوت می بخشم که ماران و عقربه ها و تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. به واسطه کار این 70 نفر شیطان قدرت و اعتبار خود را از دست داده بود. سقوط و نزول او چون برق ناگهانی و ترساننده بوده است. عیسی مسیح آمده بود تو کار ابلیس رو به هم بزنه و خراب کنه، نابود کنه. و عقربه ها و مارها احتمال داره که معنی آن فقط معنی روحانی داره و نه معنی لفظی، و مقصود اینه که خداوند قوت داده که قوات اهریمنی رو نابود کنند. ایمانداران به عیسی مسیح می توانند هر نوع مارها و عقرب‌های روحانی یا هر نوع قدرت‌ها و مکارهای حیله‌گر ابلیس رو از بین ببرند. این قسمت را نیز در کتاب اول پیدایش می توانیم با این آیات مقایسه کنیم و متوجه میشیم که مار سمبل شیطان می باشد. در آیه 20 و 21 عکس العمل عیسی مسیح در قبال شادی و شعف این 70 نفر می باشد. عیسی مسیح می گوید ولی شما از این شادی نکنید که ارواح اطاعت شما می کنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است. شادی ما نبایستی به خاطر اعمالی که به نام عیسی مسیح می دهیم باشد. دقت کنید دوستان، شادی ما نبایستی به خاطر اعمالی که به نام عیسی مسیح انجام می دهیم باشه، بلکه شادی حقیقی ما ثمره نجاتی است که یافته‌ایم. یعنی شادی ما باید این باشه که نام ما در ملکوت خدا حالا به ثبت رسیده و هیچ چیزی از این بیشتر برای ما انسان‌های گناهکار و نالایق و ناشایسته نیست که بدانیم تا ابدالآباد در حضور خدا یکتا هستیم و در ملکوت سماویش ساکن خواهیم شد و به قول حضرت داوود تا ابدالآباد در خانه خدا ساکن خواهیم شد. خدا را شکر، این منبع شادی ماست. سپس عیسی در شادی شاگردان شریک شده و در روح وجد می نماید. آیه 21 می گوید در همان ساعت عیسی در روح وجد نموده گفت ای پدر، ای مالک آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان مخفی داشتی و بر کودکان مکشوف ساختی. ولی ای پدر، چون که همچنین منظور نظر تو افتاد. دوستان، منبع شادی عیسی مسیح نه انسانی بلکه خداوندی بود. می‌فرماید در روح بسیار مسرور شده. عیسی از اندوه مردم گناهکار گرانبار شده بود، ولی در عین حال بهترین شادی را نیز حس می‌کرد. او گاهی به خاطر مردم می‌گرید، ولی با آنها نیز می‌خندید و شاد بود. می‌فرماید ای پدر، ای پدر. این نشان می‌دهد که طبعاً شادمانی او به وسیله دعا به حضور خدا ابراز می‌گردید. میگوید تو را شکر می‌کنم. کلمه شکر در اینجا به معنی اقرار امر و اظهار قدردانی و امتنان است. میگوید این اسرار را از دانایان مخفی داشته. به عبارت دیگر امور ملکوت خدا بر فهیمان این دنیا که مقصود مستقیم به رؤسای دینی و علمای قومه مکشوف نگردید. چرا؟ زیرا تکبر و ریاکاری آنها شناختن حقیقت را برایشان غیر ممکن نموده بود. و دوستان عزیز، اگر ما هم غرور داشته باشیم، خیال کنیم همه چیزو میدونیم، تکبر داشته باشیم، برایمون درک حقیقت غیر ممکنه. و در واقع بدین وسیله خدا اسرار ملکوت را از ما مخفی میکنه، همونطور که از رؤسای مذهبی یهود مخفی داشت. به عبارت دیگر قانون خدا این بود که فقط کسانی که صمیمانه و با اشتیاق
طالب اراده خدا باشند قادر خواهند بود که نور معرفت خدا را ببینند. قانون خدا این است که فقط کسانی که صمیمانه و با اشتیاق طالب اراده خدا هستند نور معرفت او را ببینند و مردم ساده غالباً جزو این گروهند و نه مقامداران و بزرگان و حکیمان دنیا. کاتبان و ملایان دینی یهود طالب انجام اراده خود و پیرو خواهش‌های نفس خیش بودند و از این رو بود که از حقیقت خدا محروم شدند. دعای مسیح که میگوید ای پدر، ای مالک آسمان و زمین، تو را شکر میکنم که این امور را، یعنی امور نجات، امور بخشش، امور فیض را از دانایان و خردمندان این دنیا مخفی داشتی و بر کودکان مکشوف ساختی، همین است. پس دوستان عزیز، چه خوب است که ما خود را خالی کنیم. به اون چیزهایی که میبالیم افتخار میکنیم که بله من این هستم، از اینا دل برداریم، خود را فروتن کنیم، بیاییم خدا را بشناسیم، چون وقتی به خدا نگاه میکنیم به هیچ بودنمون پی میبریم. آن وقت است که قادریم نور معرفت خدا را با تمنا و ایمان ببینیم. ای عزیزان، همین اصل هم امروز برقراره. فقط زمانی حقیقت خدا را درک خواهید کرد که صمیمانه و عاشقانه طالب او باشید. انجیل مقدس میگوید پس بجویید تا بیابید، بطلبید که خواهید یافت. این وعده خداوند است و مسیح میخواد امروز به من و شما این برکت الهیش را عطا کند. پس بیایید بطلبیم، از او بطلبیم تا به ما حیات ببخشد، از او بطلبیم تا نور معرفت خیش را بر ما بتابد و ما در نور خدا زندگی کنیم. از او بطلبیم که ما را از گناهان و خواهش‌های جسمون آزاد کند تا در نیروی او زندگی کنیم. اگر با مسیح هستید دوستان عزیز، اگر خود را تسلیم مسیح زنده کردید، شما آزادید. در غیر این صورت شما اسیرید، هرچند ممکنه ندانید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.